در بیانیه دادستان کل تاجیکستان آمده است برعکس ادعاهای طرف قرقیزستان که میگوید شهروندان تاجیکستان سنگ زنی و جنگ و مناقشه را آغاز کردند، نزاع با اغوای مرزبانان کشور همسایه سر زد. دادستان گفته است صدها سرباز و غیر نظامیان قرقیز در روبروی دیدبانگاه خواجه اعلی جمع آمدند و مانع کار مهندسان تاجیک شدند که می‌خواستند در مرکز تقسیم آب در ناحیه اسفره کامراهای مشاهده‌ای نصب کنند. با گفته دادستانی بعداً اغوای مذکور که از جانب خدمات سرحدی جمهوری قرقیزستان تشکیل کرده شد به بی‌ترتیبی‌های عمومی مبدل گشت. مقامات قرقیزستان پیشتر از این و با نشر بیانیه‌های گوناگون گفتند که مناقشه و سنگ‌اندازی از طرف تاجیکستان آغاز یافت و سپس بعد درگیری و خونریزی بین نیروهای مسلح دو کشور کشید. پلیس ولایت بادکند قرقیزستان در همان روز حادثه شهروندان تاجیکستان را به برانگیختن نظام متهم کرده گفت که آنها اول به تیراندازی به سوی واحد نظامی مرزبانان قرقیز آغاز کردند. بعد این وزارت امور داخلی قرقیزستان طرف تاجیکستان را به عملکردهای غیر قانونی متهم کرد و گفت در این زمینه با اتهام جنایت به ضد ثبات، بی‌ترتیبی‌های عمومی، عبور غیر قانونی مرز، اوباشی و کشتار 11 پرونده جنایی باز کرده است. ولی دادستانی کل تاجیکستان گفته است به عملکردهای سرحدبانان قرقیزستان و حمله مسلحانه آنها که سبب کشته و زخمی شدن چندین نفر شد همچون حرکت تجاوزکارانه بها داده می شود. مقامات قرقیزستان به این بیانیه نوی دادستانی کل تاجیکستان واکنش نشان ندادند. در نتیجه درگیری‌ها در مرز در روز 29 اپریل از دو طرف تقریباً 50 نفر کشته و بیشتر از 200 کسی دیگر زخمی شدند. سبب جنگ هم مرز تعیین و علامتگذاری ناشده دو کشور است که 970 کیلومتر را تشکیل می‌دهد و بیشتر از 400 کیلومتر آن همچنان تقسیم نشده باقی مانده است.